کامنت و خیلی خوش آمدید. من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم این هفته هم برنامه کامنت مورد توجهتون قرار بگیره. خب بابک، کامنت این هفته ویژه لیست دیگه. لیست؟ کدوم لیست؟ لیست تروریستی اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا؟ اروپا خودش یه قاره رو به افوله، در حال سقوط، از بین رفتن. اروپا؟ اروپا؟ آقا این دیگه خیلی جدید بود. کی گفته اینو؟ اینو ابر استراتژیست نظام، پاسدار، دیپلمات، تروریست، عراقچی. آها. چند تا لقب ببین، 3 تا. یعنی سکاندار سیاست خارجی نظام. سکاندار سیاست خارجی عظما. اروپا حقیقتش این هست که یک قاره رو به افوله و نقش خودش رو در سطح بین‌المللی از دست داده و هر روز بیشتر از دست میده و من تعجب میکنم که خودشون به دست خودشون هم دارن این کار رو انجام میدن. این نشون میده که اروپا نه درک درستی از شرایط بین‌المللی داره، نه درک درستی از شرایط منطقه ما داره و نه درک درستی از منافع خودش داره. اینجا دقیقاً به این ابر استراتژیست عظما باید گفت جاییه که اروپا درک درستی از منافع خودش داشت. نه ولی حالا واقعاً چرا میگه اروپا رو به افوله؟ بابا تا دیروز که اینا داشتن گروگان میدادن، تروریست تحویل میگرفتن، حالا اروپا شد رو به افول؟ آخه در منطق دیپلماسی رستورانی کشورهای رو به صعودن که چند هفته قبل از سقوط بشه رفت در یکی از رستوران‌های پایتختش شاورما خورد. کدوم کشور مثلا؟ سوریه زمان بشار اسد. بشار اسد گفت چی گفت؟ خودش به من گفت چی گفت؟ عظما تو هم خاموش میشی فقط با یک پا. هر کی با عظما بندازه عکسی میاد جنازش عاقبت پشت یه تاکسی. حالا الان سوالی که مطرحه اینه که آیا این لیست گذاری سپاه تروریستی پاسداران توسط اتحادیه اروپا قانونیه؟ یعنی به لحاظ حقوق مطلقاً هیچ وجاهت قانونی نداره. کی گفته اینو؟ امام جمعه خامنه‌ای در استان البرز. تخصصش چیه؟ این تو حوزه که رفته گرایشش، یعنی همون تخصصش بررسی یاسای چنگیزخان بوده که آخرش هم یه تز نوشت گفت یاسای چنگیزخان خیلی دموکراته، قانون ولی فقیه برای سرکوب. حرف آخر تو سرکوب و کشتار همین ولی فقیه خودمون زده دیگه. اتحادیه اروپا اومدن برخلاف تمام قوانین بین المللی و چیزهایی که قوانینی که خودشون ریختند و تصویب کردن. سپاه پاسداران این مجموعه خدوم خدمتگزار به همه آزاده های عالم اینها رو تروریستی خوانده. حالا خوبه این گفت خدوم. چند وقت پیش که خود خامنه‌ای برگشت گفت سپاه پاسداران ضد تروریستی ترین مجموعه جهانه. ما با گذشت حدود 4 دهه یک قانون عظیم و کاملا مجهز دفاعی و نظامی رو داریم. بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا رو داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیاست. بله، وقتی که این باشه ولی امر مسلمین جهان، حکومتش هم باشه الگوی مردم سالاری، سپاه تروریستی هم میشه ضد تروریستی ترین نیروی عالم. یاد حرف مظفرالدین شاه افتادم که گفت همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. آتابک بدش نیاید. ما که صدر اعظم مثل بیستمارک نداریم که نقاش باشی آنطوری داشته باشیم. بیلت سگندر برگردید به ولایت. خب آقا همه اینا رو فهمیدیم. الان اینا ته خط میخوان در برابر این لیست گذاری سپاه چی کار کنن؟ بله، قالیباف گفت باید منتظر عواقبش باشن. الان 4 ستون بدن اروپایی ها داره میلرزه، عین بیدی که تو باد میلرزن. همینجا اعلام میکنم که طبق بند 7 قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه تروریستی محسوب میشوند و عواقب این اقدام به عهده
عواقبش چیه؟ عواقب والا من این حرفای قالیبافو شنیدم، یاد اون داستان مولانا نصرالدین افتادم. مولانا نصرالدین رفت تو یه شهری خرشو دزدیدن، بعد رفت وسط دهکده وایساد گفت 1 ساعت دیگه خرمو نیارید یک کارایی میکنم. همه گفتن یک عواقبی داره. یک عواقبی داره. حالا نمیدونم عواقب گفته بود یا نه، حالا قالیباف اینو شنیده یا نه. بعد 1 ساعت شد و خرو نیاوردن. خب گفتن چیکار میکنی؟ گفت هیچی، میرم خر جدید میخرم. همین کارش همین بود. خب حالا همینو من میگم. ببین این عواقب و اینا که همش حرفه. الان سپاه پاسداران رفته تو لیست تروریستی اتحادیه اروپا. اینا تو عمل میخوان چیکار کنن؟ گفتی عمل خیلی قاطعانه است، خیلی هم اقتدار مدارانه. نگاه کن. طبق قانون اقدام راهبردی ارتش کشورهای اروپایی تروریسمن. الان اعلام میشه، قانون هم هست. وابستگان نظامی اونها که در سفارتخانه‌های ما هستن باید سریع اخراج بشن. اینا تروریسمن. جای دادن تروریست در کشور خلاف قانون جاری و ساری است. این باید همین امروز به اصطلاح وزارت خارجه اقدام بکنه، چون اینا تروریستن. عجب اقدام عملی. این داستان همون سنگ بزرگه که علامت نزدنه. من یک کلام بگم، به جای این آسمون ریسمون بافتنا، خب بگید نمیتونیم کاری بکنیم. حالا میخوام برن تو این سفارتخونه‌ها بچرخن کی ارتشیه کی ارتشی نیست، ارتشی‌ها اخراج بشن. یعنی هیچی به هیچی دیگه. نه هیچی به هیچی نبود. اجالتا یه کاری کردن. اعضای مجلس رژیم، یعنی همون استبل ولایت، به صورت گله‌وار، گله‌ای که رم کنه، با لباس سبز لجنی پاسداری ریختن تو مجلس و عربده کشیدن. عربده کشیدن. چقدر ترسناک. خیلی هم ترسناک. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. البته که معلومه که اینا این کارو کردن که بسیجی‌ها بیشتر از این وانرن، ولی خب الان اروپایی‌ها که اینو ببینن فکر می‌کنن اینجا پارک وحش کنیاست، همون جایی که هستش باید با این جیپای زرهدار بری. نه همشون اینطوری نیستن. بعضی از این اعضای مجلس ارتجاع هستن که انگلیسی مسلطن در حد This is a window, that is a black. یعنی پیام انگلیسی داره. پیام انگلیسی داره. بله. The world has never been so scary in the past few decades. And unfortunately, what is even more surprising is that the European Union, which itself has tasted the bitter taste of wars, World Wars I and II. I don't know with what tongue to thank you. No, I don't know with what language to thank you. Dr. Ali. حالا که تا اینجا اومدیم خوبه یادی هم بکنیم از این قطعه طنز که البته این مال اون زمانیه که اسم سپاه پاسداران تو لیست تروریستی آمریکا رفته بود، ولی الان هم همون. چی میشه اگه آمریکایی ها به سپاه برچسب تروریستی بزنن؟ و که حالا این بابک اصلا تو بیا این داستان استبل ولایت و واکنش ها و این عربده هاشون رو بذاریم کنار، بریم تو پهنه دریاها، بریم تو آبهای آزاد. اونجا عظما حرفای جدیدی برای گفتن داره. دریا که واقعا نگو، عظما همون حرفای جدیدش و ابر تکنولوژیش گذاشته تو دریا رو کنه. ناو ابراهام رئیسی منتها همه ناوا هواپیما برن، مال این صندلی بره. هیبتو نگاه کن. او اینکی رو نگاه کن، ببین اینکی رو نگاه کن، یه ناو یه لشکرم روش جا داده، فقط آره مشکلش اینه که نباید کسی تکون بخوره، تا آخر همینجوری باید خبردار وایسن. رنگش چرا آبیه فقط؟ خوب شد دقت کردی رو رنگش. خوشم اومد که تیز بینی. معمولا رنگ جنگ افزارهای دریایی مثل زیر دریایی رو رنگ نهنگ میسازن که با آب استتار بشه، شناخته نشه. اما چرا عظما آبی کرده؟ اونم آبی فسفوری که تو چشم بزنه. اونا که میان رو آب باید شلیک کنن تا دشمن بترسه. این هیولا همین که با رنگ آبی میاد شلیک نکرده دشمن میترسه. اصلا میگن این چیه؟ میگن این چیه؟
خیلی هم نمیفهمن زیر دریاییه، اصلا کاری به کارش ندارن، این میره میزنه دشمنو. آقا اصلا ولش کن آقا، اصلا دریا رو ول کن، بیچاره کردی تو دریا رو. بریم آقا هوا. ببین یه نگاه بنداز ببین عظما تو هوا چه کرده، برای موشکاش مراسم روزخونی رو انداخته. آقا داره میره بالا. لا حول ولا قوت الا بالله. وای وقتی میگن خیبر شکن تو اولین تستش یه چادر 6 نفر رو زده، وایزمن واسش کاری نداره بخواد بخوابونتش. موقعی که از زمین بلند شد، از تاد رد شد، از پاتریوت رد شد، از گنبد آهنین رد شد. در جنگ ز دست آمد و سپر افتاد، در جان و دل لشکریان این خبر افتاد. اینو دیدم یاد اون موشک مشنگاویز افتادم. یه تیکشو بریم. بله حتما. یه تیکشو بریم. حتما. این شما و این سلاح ناشناخته سربازان گمنام ولایت، موشک مشنگاویز. لازم باشه موشکو ببندم به خودم بزنم رو سرت، میزنم میام رو سرت. دیگر نگران تحریم ها و کمبود قطعات الکترونیکی نباشید. خودم یه تنه موشک میبندم. بسیجی مشنگ را به موشک آویزان کنید و خلاف بر این موشک شاسکولاستیک سخنگوی جهان بدون نیاز به سوخت ترکیبی یه وعده قیمه کافیه، مجهز به عربده تا لحظه اصابت، مثل همیشه یک بار مصرف، تخفیف ویژه. حالا اینا همه رو بذار کنار، یا اصل جنس بهت یاد بدم. ببین چه چرخبالی ساخته، آدم کلش چرخ میگیره این چرخبالو میبینه. ای بابا این چرخبال، این چرخ و فلکای شهربازی از این محکمتره. آقا ول کن، اصلا هوارم ول کن، دریارم ول کن، بیا رو زمین. رو زمین عظما واقعا حرفای جدیدی برای گفتن گفتی داره. زمین رو کردی کبابم. رو زمین یه نفربر زرهی ساختن به اسم فلاق بر وزن شلاق. قشنگ معلومه قطعه کم آوردن، همینجوری با حلبی چسبوندن سرهمش کردن. خب دیگه آقا، نه تو زمین گذاشتی، نه دریا گذاشتی، نه هوا گذاشتی، تنها جایی که مونده فضاست. دقیقاً حوزه تخصصی عظما. فضانوردی. میخوام از زبون یکی از فضانوردای رژیم که همیشه تو فضاست، فقط یه چند روزی در سال مرخصی میاد زمین، بگم ببین چه تئوری میده. تئوری فضایی اصلا مال جهان موازی تئوریش. راهی نداره جز این که بزنیم. حالا چی رو بزنیم، کیو بزنیم، چطور بزنیم، این تصمیم حاکمیته. آپشن های مختلفی شما داری که میتونی از اونا استفاده کنی. چی مثلا؟ خب اگه قرار باشه آمریکایی‌ها رو بزنی، شما میتونی پایگاه های منطقه‌ایش رو بزنی، کشتیاشو بزنی. پایگاه رو خالی کرده بله، ولی در تعدادی از این پایگاه ها بیشترش زرادخانه هایی داره که به اندازه 10 تا ارتش ایرانه. مثلا تو کویت شما نه اینکه بزنی منفجر کنی، اصلا میتونی خودت پیاده یا متحدینت برند اونجا تو کویت بگیرن اینا رو. هزاران موشک تاف ضد زره وجود داره توی همونجا، مثلا یه نمونهش تو کویت و خیلی جای دیگه. خیلی خرید. اینجاست که وقتی که زمین و دریا و هوا و همه اینا به بنبست میخوره، کیهان خامنه‌ای وارد میشه و میگه آقا جهنم و ضرر، همون تنگه هرمز رو بریم ببندیم. حسین تنگه بندو میگه. آره اتفاقا من با این طرح قبول دارم. قبلا قرار بود اینو با فیروزآبادی ببندم، فیروزآبادی که سقط شد شماره 2 رو دارم، با این میخوام ببندن. نگاه کن. آها. ولی بابک تو جای سالم نذاشتی برای عظما، اما اون چه که در نظر نگرفتی سیستم سایبری عظماست، هوش مصنوعی، بازی کامپیوتریه. ببین با بازی کامپیوتری چطوری بیدو رو سرنگون میکنه. بله دیگه، عظمای بادکنکی میگیم همینه، رفته توی هوش مصنوعی و بازی کامپیوتری بیدو سرنگون. بیدو چیه؟ کف خیابون ببین جوونا چطوری حال مزدورات میگیرن، حالشون رو جا میارن، مزدوراتو سرنگون میکنن. مگه مشکل تو بالا آسمون زمین رو داری از دست میدی؟
البته اینی که گفتم چیزی از کارایی‌های هوش مصنوعی برای عظما کم نمی‌کنه. بسیجی‌های عظما رفتن با هوش مصنوعی برای عظما دخیل بستن، شفا گرفتن. تو هوش مصنوعی دست راست عظما سالم شده. نگاه کن. بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای. یک جمله‌ای بود که تا الان گفتیم. کامنت یک جمله‌ای و این جمله از خامنه‌ای ضحاک. اگر سخت‌ترین شکنجه ها رو به من بدن، روی خارها با بدن برهنه من رو بکشونن، همه اینها برای من بهتر از این است که روز قیامت من خدا رو ملاقات کنم در حالی که به یک نفر ظلم کرده باشم. یک توجه کنید، به یک نفر ظلم کرده باشم، بعد بیشترین شکنجه ها رو در دنیا به من بدن، برای من گواراست. اما اینی که به یک نفر ظلم بشه تو این کشور، برای من این جمله خامنه‌ای دقیقه، درسته. بکنم تنها جمله دقیقش همین باشه. خامنه‌ای به یک نفر تا حالا ظلم نکرده، به میلیون ها نفر ظلم کرده. برای همین هم است که شعار میلیون ها ایرانی همینه. از اینکه این هفته با ما همراه بودید از شما ممنونیم و